تو که تلاش میکنی، برنامه‌ریزی داری، مسیرتو درست میری، داری از کار لذت میبری، برای چی نرسی؟ حتما میرسی، باید برسی. اصلا قانون دنیا همینه. کسی که تلاش میکنه، برنامه داره، هدفمند، انگیزه و انرژی داره، حتما میرسه، حتما موفق میشه. نوش جونت بعدم که رسیدی. دمت هم گرم. با این دید لطفاً به زندگیتون نگاه بکنید. اگر بتونیم با این نگاه، با این رویکرد و با این تفکر مسیر زندگیمون رو جلو ببریم، مطمئن باشید در دراز مدت به جاهایی میرسیم که حتی شاید این روزها خوابش هم نبینیم و باورمون نشه. اما لازمه تجربه اون روزها و اون حسای خوب همینه که الان بتونیم موتور محرک خودمون باشیم و اون حسای خوب بر حرکت به خودمون بدیم. لطفاً بهترین و قوی‌ترین پشتیبان خودتون باشید. همیشه به خودتون انگیزه بدید، حس خوب در خودتون ایجاد بکنید، امیدوار باشید، خودتون نوازید و مطمئن باشید در زمان درست اتفاق درست هم براتون میفته و واقعا دست یافتنی خواسته هاتون. با امید و انگیزه و انرژی مثبت حرکت بکنید و ان شاءالله که به هر چی که دوست دارید بتونید برسید.